چیکار کنم رنگ موهام سبز نشه؟ برای اینکه رنگ موهات سبز نشه 2 تا کار اساسی انجام بده. یکی از کاسه گلوسینگ ها استفاده کن. دوم میگه توی رنگ ها از رنگ های گرم استفاده کن. ببین چطور؟ شما میتونید زمانی که موهات دیدی به سبزی خورد، اصلا علت این که موهات سبز میشه میدونی چیه؟ وقتی رنگی رو انتخاب میکنید سرشار از رنگدانه آبی هست، داخل مو سرشار از رنگدانه زرد، وقتی این دوتا با هم ترکیب بشه تو رنگ زیتونی یا سبز رو میده. برای اینکه این اتفاق نیفته از رنگ‌های قرمز توی رنگساژات استفاده کن تا پیگمنت آبی رنگتو خنثی کنه. یا اینکه توی سرشور از کاسه گلوسینگ قرمز، مسی و طلایی استفاده کن. این کار باعث میشه رنگ‌ها رو به رنگ‌های سبز زیتونی نره. خیلی دوستتون دارم از اینکه پیجم رو دنبال میکنید و همیشه همراه هم هستید و کلی نظر بهم میدید. ازتون ممنونم و همینطور خوشحال میشم این پست رو برای دوستات ارسال کنید. حتما برام کامنت بذار، خوشحال میشم نظراتت رو بشنوم. برای دوستات ارسالشون کن، یه قلب خوشگلم برام بذار. دوستتون دارم. میبینم تو آکادمی.